آفریده شدیم، به کجا میریم، هدفمون چیه. و همین خاطر تا وقتی سرعتمون به نور نرسه هیچی نمیفهمیم. هر چی میفهمیم عین اون مگس است. خیلی واضح توضیح دادم که فکر میکنیم که وقت زیاده و ما چند صد سال زندگی میکنیم و موهای اون داره سفید میشه و ای وای این پیرزن شد و ای وای روزگار چرا اینجوری، ای وای گرگ چقدر بیشوری میاد مرغ ما رو میخوره و این مال منه و اون مال توئه و این کشور منه و این کشور تو، مرز میبندیم و سرباز میذاریم و وقتمون رو تلف میکنیم، چند میلیون سرباز در جهان تولید میکنیم، تربیت میکنیم که این اونو بکشه. ببین چقدر ابلهیم. همه این مشکلات برای اینه که ما سرعتمون با سرعت نور نیست. همه اینا واقعیه، حرف واقعیه، سند واقعیه. من باید سرباز کشورم داشته باشه واقعا، چون به من حمله میکنن، یه سری ابله وجود دارن حمله میکنن، من باید دفاع کنم. همین سرباز در بدن منم هست، میکروب میاد وارد میشه، گلوبولای سفید میپرن میخورنش. سرباز واقعیه، گلوبول سفید واقعیه.